اکای تشریف همون هفتم سیزا چی همون رفته با خدمت با الو لبای سلام علیکم. سلام علیکم. اینجا بو وایم کمتای. بله کمیسریت حربی کمیسریت حربی. نفهمیدم شما کی؟ مخالکی گپ بزنم اکا. من نقبدار همین وای کمیسریت. سلام علیکم با سلام. سه برادرها آها میخوام که با خواهش خودمان آها با خدمت حربی رویم خدمت کنیم وطن دست. سه برادران ما سه برادران با خواهش خودمان میخوام که خدمت کنیم اکا. یک آفرین پدرتون به رحمت مادرتون به رحمت. این واقعی خیلی تاریخی که من همین سال قریب 2 سال شد هیچ کس با خواهش خودش خدمت به نآمد، لیکن پدر و مادر شما به رحمت، معلمان شما به رحمت که اینا ببینید از یک خانه 3 برادر با خواهش خودشون میخوان که به صف قوای مسلح داخل شده خدمت مادر وطن کنند. ما از سراغ شما گرفته انا بعدا شما رو به واسطه تلویزیون رادیو نمایش داده، به واسطه گازت ژورنال و مجله خارپشتک و مجله علدین. مالی مجله اوقات خیلی اوقات اوقات خوب است. 3 وقت اوقات گرم میته سر لباس میپیتید. ما میندار خودم رو الکه به شما بیان نموده، با پدر و مادر شما میندار خودم رو بیان میکنیم که سراغتون گاز حال ما رفته شما با ماشین آورده بعد شما مثلا بلیط حربی می‌ریزید با پدر و مادرتون مکافات پولی مالی داده میشود. تشکر به شما که تشکر به پدر و مادر که همین فرزندای بنان و بناموس تربیت کرده است. سراغتون گاز زنید. سراغ هفتم چی؟ 7 کیلومتر می؟ نه هفتم ترما